یک کودک 6 ساله در کراچی پاکستان پس از اختطاف مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعد به گونه‌ای بیرحمانه به قتل رسید. در رویداد دیگر یک دختر 10 ساله در کراچی پس از آزار جنسی در داخل مدرسه جان خود را از دست داد. همچنان گزارش‌های از موارد مشابه از جمله مرگ یک کودک 3 ساله در کراچی پس از آزار جنسی گروهی منتشر شده است. اینها تنها نمونه‌ای از قضایایی است که در ماه‌های اخیر گزارش شده است. رویدادهایی که بار دیگر اهمیت آگاهی والدین، توجه به رفتار کودکان و ایجاد فضای امن برای صحبت کردن آنان را برجسته می‌سازد. اما این تنها پاکستان نیست، بلکه در افغانستان، هند و کشورهای دیگر نیز گزارش‌ها ثبت گردیده. هر کودک حق دارد در امنیت، آرامش و محبت بزرگ شود. اما واقعیت تلخ این است که آزار جنسی کودکان هنوز هم در بسیاری از جوامع رخ می‌دهد. گاهی در خانه، گاهی در مدرسه و حتی از سوی افرادی که خانواده به آنان اعتماد دارد. کارشناسان همچنین نسبت خطر رو به افزایش سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی هشدار داده‌اند، جایی که افراد سودجو از طریق بازی‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تلاش می‌کنند اعتماد کودکان را جلب کنند. در چنین شرایطی نقش والدین بسیار مهم است. خانواده‌ها باید بیشتر مراقب کودکان باشند، آنها را تنها در محیط ناامن رها نکنند و درباره خطرهای احتمالی به زبان مناسب سنشان با آنان صحبت کنند. و والدین باید هر گونه تغییر ناگهانی در رفتار فرزندان خود را جدی بگیرند. ترس از یک فرد خاص، گوشه‌گیر، اضطراب، کابوس‌های شبانه، پرخاشگری یا سکوت غیر عادی می‌تواند نشانه‌ای باشد که کودک به حمایت و توجه نیاز دارد. مهمتر از همه باید حرف‌های کودکان بدون سرزنش و قضاوت شنیده شود تا احساس امنیت کنند. همچنین باید به کودکان آموزش داده شود که بدنشان متعلق به خودشان است. به هیچ کس، حتی افراد آشنا و نزدیک، حق ندارد حریم شخصی آنان را نقض کنند. کودکان باید بدانند اگر کسی از آنها خواست چیزی را پنهان کنند یا باعث ترس و ناراحتیشان شد، باید فوراً به والدین یا بزرگسال مورد اعتماد صحبت کنند. حفاظت از کودکان تنها وظیفه خانواده نیست، بلکه مسئولیت مشترک میان خانواده، مدرسه، جامعه، رسانه‌ها و نهادهای مسئول است. سکوت از یک کودک محافظت نمی کند. آگاهی، گفتگو و اقدام به موقع نخستین گام برای پیشگیری از آزار و حفظ آینده کودک است. گزارش ویژه ایمان قیامی.